سلام به دوستان عزیز، به دوستانی که من رو در اینستاگرام دنبال میکنن. امروز با یه دوست عزیز قرار گذاشتیم که یکی از مهمترین موضوعهایی که در بیزنسمون هست و خیلی ها این رو میخوان بدونن، در مورد این موضوع میخوام بدونن، گفتیم در این مورد با هم صحبت کنیم و اون دوستم ریکوست داد، دوست و همکار. میخوایم الان شروع کنیم در مورد این موضوع. منتظرم ایشون بیاد. سلام گوهر جان. سلام جان. احوال شما خوبین؟ مرسی. چطوری؟ خوبی؟ چله. عالی، مرسی، ممنون. خسته نباشین، عصرتون بخیر. عصر شما بخیر، شما خسته نباشید. متشکرم، سر مرسی، کار نبود. ممنون. آره دیگه، آخرین روز هفته کاری و خب دیگه قبل خسته از نباشی ویکند. واقعا. متشکرم، مرسی، ممنون. حالا که ویکند خوبی رو شروع کنی. مرسی همچنین. ممنون که دعوتمو قبول کردی، با مرسی که مسئله دعوتم زیاد. کردی. قربان شما، ممنون، خواهش میکنم. موضوعی که در مد نظر قرار گرفتم و خیلی ها ممکنه این سوالشون باشه، سرمایه گذاری در این بیزنسه. میخواستم فقط من خودم بگم که سرمایه گذاری در این بیزنس مثل خون در رگ‌های یه بدنه. اهمیتش یعنی تا این اندازه است. آره واقعا. حالا برای پیج من اگه میشه خودتون رو معرفی کنی، خیلی هم ممنون. خواهش میکنم، مرسی. من سمانه هستم، 4 ساله که به ونکوور کانادا مهاجرت کردم با همسرم و دختر 8 سالم و کار فول تایم و مدیریت پروژه هست، پروژه های کانستراکشن، و در کنارش هم تو این بیزنس بی‌نظیر آنلاین در خدمت شما هستم. خیلی هم ممنون. منم باهره هستم، 19 ساله به شیکاگو مهاجرت کردیم به همراه خانواده. یه دختر 20 ساله دارم و 1 سال و نیم بیشتر، نزدیک 2 ساله که این بیزنس رو شروع کردم و دوستای خوبی مثل شما پیدا کردم. خواهش میکنم، باعث افتخاره. خواهش میکنم. حالا دیگه میدون رو میدم دست شما. خواهش میکنم. راجع به سرمایه داری؟ گذاری اتفاقا خیلی سوال خوبیه باهره جون، چون که خب به حال هر بیزینسی که آدم بخواد شروع کنه قطعا یه سرمایه گذاری داره دیگه. فرق نمیکنه بیزنس میخواد آنلاین باشه، آفلاین باشه، یه بیزنس فیزیکی باشه، یک حالا یه شرکتی آدم میخواد ثبت کنه یا یه مغازه‌ای میخواد باز کنه، هر چیزی، یه رستوران، همه چی سرمایه میخواد دیگه. طبیعتا بیزنس های آنلاین هم از این قضیه مستثنا نیستن. اما چیزی که مهمه اینه که با این سرمایه گذاری که انجام میدیم چه چیزی گین میکنیم. همونجور که شما گفتین، سرمایه گذاری این بیزنس مثل خون تو رگای ماست. چرا؟ چون که سرمایه گذاری این بیزینس واقعا سرمایه گذاری رو خودمونه قبل از هر چیزی. و قبل از اینکه اصلا ما بخوایم با این سرمایه گذاریمون به یه درآمدی برسیم، قبل از اینکه به این فکر کنیم که حالا میخوایم زندگیمون رو از بعد مالیش تغییر بدیم، از بعد سلامت شروع میشه. به خاطر همین خیلی مهمه. هر سرمایه گذاری، حالا هر بیزنسی یه مدلی داره دیگه، ولی خب یکی از خوبی های سرمایه گذاری تو بیزنس آنلاین ما اینه که اولا که برای سرمایه گذاری ما پکیج های متنوعی داریم. یعنی انقدر فلکسیبل و انعطاف پذیر هست که افراد با توجه به شرایط خودشون، اینکه واقعا چقدر میخوان سرمایه گذاری کنن، چه جوری راحت ترن، تو چه مراحلی این سرمایه گذاری انجام میدن و شروع میکنن بیزنسشون رو. خیلی هم فرقی نمیکنه که با سرمایه کم شروع کنن یا با سرمایه بیشتر. حالا امکاناتی که در قبال این سرمایه گذاری میگیرن یکسانه. حالا میگم که اصلا چی هست این امکانات و این چیزی که در ازای سرمایه گذاری میگیرن. اول از همه محصولات فیزیکی هستش که از کمپانی اسپانسر میگیرن. کمپانی محصولات مدیکال گرید های تیکت تولید میکنه، محصولاتی که در زمینه سلامت هست که هم این کمپانی به حال با قدمتی که داره بیش از 50 سال، الان 51مین سالگردش رو جشن گرفتیم توی جون، با این قدمت داره محصولات در زمینه سلامت تولید میکنه و محصولات های تیکتن، بسیار با کیفیتن
و مؤسسات مختلف این محصولات رو از نظر کیفیت تایید کردن. هر محصولی که تولید میشه کمپانی های مختلف که در اون زمینه دارن فعالیت میکنن، به اضافه دانشگاه های ژاپن که توی اون زمینه تحقیق انجام دادن اومدن و روی دیولپمنت و طراحی اون محصول ها کار کردن. به خاطر همین این محصولات منحصر به فردی هستند و فروششون هم فقط از همین طریق همین بیزینس ماست و کانال فروش از طریق خود کمپانی و مستقیم از بیزینس ما و حالا در واقع خود کمپانی هستش. محصولاتی نیست که حالا شما برید تو والمارت بخرید یا از آمازون بخرید. این از محصولات. اولین چیزی که دریافت می‌کنیم محصولاته. دومین چیزی که خیلی مهمه که دریافت میکنیم توی بیزنس ما بعد از اینکه ما سرمایه‌گذاریمون رو انجام میدیم، پکیج بی‌نظیر در واقع آموزشمون هستش که آموزش کار دیجیتال مارکتینگ و کار تبلیغات و کار در واقع توی سوشال میدیا تو 7 پلتفرم مختلف، از اینستاگرام بگیر، فیسبوک، یوتیوب، پینترست، لینکدین، تیک تاک و گوگل. تمام اینها توی این بیزنس داره آموزش داده میشه با همون سرمایه‌گذاری اولیه و در کنارش ما کلی چیزهای دیگه از جمله سیستم، وبسایتی که نیاز داریم و هر چیزی که به عنوان یک فردی که میخواد رو بیزنس آنلاین کار کنه نیاز داره، کمپانی داره بر ما پروواید میکنه که هر کدومش رو اگه خودمون بخوایم بریم تهیه کنیم هم هزینه‌اش بسیار بالاست، همین که به هر کدوم باید بریم برای یه شرکتی، حالا ما که متخصص این کار نیستیم، یه مقداری بر هر کس ممکنه سختی داشته باشه که حالا بره وبسایتش رو کی طراحی کنه، چه جوری طراحی کنه، بعد اون ایمیل مارکتینگی که ما داریم کمپانی در اختیار ما قرار داده. تمام اینها سرویسی هستش که کمپانی داره به ما میده و ما بابت اون هزینه پرداخت نمی کنیم. اما اقسام ساپورت هایی که داریم میگیریم، یعنی از ساپورت تکنیکالی که داریم میگیریم، گروه ساپورتمون که 24 ساعته به همون کمک میکنن، کوچ و منتوری که داریم که تو آموزش ها دارن ما راهبری میکنن و کل کامیونیتی که الان خب به هر حال ما بخش فارسی زبانمون که ماها هستیم در کنار هم هستیم، همدیگر رو ساپورت میکنیم. علاوه بر اون همکارای ما از کشورهای دیگه، از ملیت‌های دیگه هم در کنارمون هستن که با اونها هم ما یه کامیونیتی خیلی بزرگتر رو تشکیل میدیم. تمام اینها چیزهایی هستش که تو این بیزنس شکل گرفته، دوستی هایی که تو این بیزنس شکل گرفته که واقعا ما اگر این بیزنس نبود شاید هیچ وقت از سراسر دنیا این همه دوست و آشنا پیدا نمی‌کردیم که هممون یه هدف مشترک داریم با وجود بک‌گراندهای مختلف، با وجود زبان‌های مختلف، رنگ‌های مختلف، نژادهای مختلف، ولی همه داریم روی یک موضوع کار میکنیم و با هم دیگه کلی بحث مشترک پیدا کردیم که این هم یکی از قشنگی‌های این بیزنسه. دیگه بعد بگم که پکیجایی که خود بیزینس تو همون سایت ترینینگش در اختیار ما قرار داده، از کتاب‌های صوتی بگیر تا کتاب‌های ای بوک بگیر، تمام منابعی که ما خب ممکنه که برای زمینه‌های مختلف نیاز داشته باشیم، از جمله بحث توسعه فردی خودمون. چون ما اینجا وقتی که میایم یه بیزنسی رو بر خودمون شروع کنیم، علاوه بر بحث تکنیکال که ما تخصص نداشتیم و اومدیم اینجا داریم یاد میگیریم، شاید هر کدوممون یه بخشایی هستش که ما باید خودمون کار کنیم. هر کدوممون برای اینکه تبدیل بشیم به یه فردی که بتونه بیزنس اونر باشه، بتونه کارآفرین بشه و بعداً بتونه کوچ بشه، یه چیزایی نیاز داریم که یاد بگیریم و تمام اینها رو کمپانی در اختیار ما قرار میده و توی مسیر، حالا علاوه بر مسیر رشد تکنیکالمون و توانمندسازی تکنیکالمون، رشد توسعه فردی خودمون هم داریم کار میکنیم با ساپورت همین بیزینس، آموزش هایی که در اختیارمون قرار میگیره، جلسات مسترمایندی که داریم و زوم های هفتگی که با کوچ هامون داریم راهنمایی میشیم و تمام ساپورتی که داریم میگیریم. این از در واقع مزایای این بیزینس و اون چیزی که ما در قبال سرمایه گذاریمون داریم دریافت میکنیم. حالا از طرف دیگه، از یه بعد دیگه هم بهش نگاه کنیم، اینه که هر سرمایه گذاری یه ریسکی هم داره دیگه. همه میدونن که شما اگر که یه بیزنس آفلاین داشته باشید و براش سرمایه گذاری کنین، ممکنه که بیزنستون نگیره. شما میری مثلا میخوای که یه رستوران بزنی، سرمایه گذاری میکنی کلی، حالا اگه فرانچایز باشه که باید استانداردهای اون در واقع اونر اون بیزنس رو رعایت بکنی، از اون مکانی که میخوای اجاره بکنی، تمام اون دکوری که میخوای بزنی، تمام ماشینالات، تجهیزاتی که نیاز داری، همه باید براش سرمایه گذاری بشه، هزینه بشه، کارمند استخدام کنی، بحث حسابداری، مالیش، همه چیز با خودته به عنوان یه بیزنس اونر. و ممکنه که رستورانت مثلا 6 ماه کار کنی، ببینی که اصلا
دخلش به خرجش نمیرسه، یعنی بیزنس نمیچرخه، مجبوری که جمعش کنی. حالا این دیگه بدترین حالت رو من دارم میگم دیگه. بیزنس های آفلاین این ریسک ها رو داره. از اون طرف خب به هر حال اگه ما بخوایم توی مثلا کریپتوکارنسی سرمایه گذاری کنیم که خب اونم کاملا ریسک داره، آموزش نیاز داره، دانش نیاز داره، صبوری، و خیلی وقتها ممکنه که ریسکاش بزرگم باشن که ممکنه افرادی که خیلی متخصص هستن و تبحر دارن تو حوزه خب خودشون هم برای به هر حال بالا پایین آماده کردن، ولی افراد عادی که متخصص نیستن ممکنه که نتونن واقعا توی اون مارکت به سود برسن، چون که ممکنه یه مقطعی مثلا یه سود زود هنگامی داشته باشن، ولی یه دفعه یک ضرر سنگینی هم داشته باشن که نتونن تحملش کنن و ادامه بدن. خب اینو خیلی دور و برمون دیدیم. یا حتی مثلا همکارایی که توی این بیزنس هستن، خیلی افرادی رو داریم که مثلا توی بیزنس آمازون رفتن وارد شدن، خب اونم یه سرمایه گذاری داشته، اونم نیاز به این داشته که یه هزینه‌ای بکنه، محصولاتی تهیه کنن و حالا بعدا خودشون بخواین محصولات رو به فروش برسونن، نشده، هم هزینه کردن هم به درآمدی نرسیدن یا به سودی نرسیدن. تمام اینا هستش. ولی وقتی ما میگیم بیزنس ما ریسک فریه و سرمایه گذاریش کاملا ریسک فریه، به خاطر اینکه همون اول قضیه ما به ازای پولی که داریم میدیم، کالایی که میگیریم هم قیمت با سرمایه گذاریمونه. این از این. و بقیه چیزا مثل اینه که داره رایگان بر ما انجام میشه. خب به هر حال همه اینها کلش یه پکیجیه که هیچ کس متضرر نمیشه. کمپانی هم اینجوری نیستش که مثلا ضرر کنه به ما یه چیز مجانی داره میده، نه، اون هم به هر حال برای خودش تو محاسبات مالیش این چیزهاییه که تهیه شده، یک بار براش هزینه زیاد شده، ولی چون داره به مقیاس خیلی بزرگ بین آدما تقسیم میشه، پس بنابراین اون هزینه‌ای هم که کمپانی برای این قضیه کرده اون هم سودش محفوظ هست برای کمپانی، ولی برای ماها تک تکمون اگه بخوایم برای اونها هزینه کنیم رقم‌های خیلی بالایی میشه. همین آموزشایی که داریم الان، همین آموزش مثلا دیجیتال مارکتینگ، الان شما توی مثلا کالج‌های مختلف بپرسید، تو هر شهری کشوری یه سری کالج‌هایی هستن یا یه سری مؤسساتی هستن که این دوره‌ها رو ارائه میدن. هر کدومش رو افراد بخوان ثبت نام کنن چندین هزار دلار باید هزینه کنن برای اینکه بتونن این کورس رو بگذرونن. معمولا هم روی مثلا یک پلتفرم یا ماکسیموم 2 تا پلتفرمه. ولی خب الان بیزنس ما یک بیزنس در واقع آموزش ما یک آموزش کامل، 7 تا پلتفرم، یه پکیج کامل همه جانبه، و با سرمایه گذاری که داریم انجام میدیم واقعا این رقم اصلا رقمی نیستش که بخوایم راجبش صحبت کنیم که بگیم حالا نمیشه روش قیمت گذاشت. واقعا به خاطر همینه که میگم واقعا ریسک فریه، چون که همون اول شما خیلی از افراد هستن، خودت میدونی که افراد میان بررسی میکنن، میگن که خب من الان اصلا دنبال بیزنس نبودم ولی همین محصولات رو میخوام داشته باشم. یه محصول برای من کلی ارزش داره، چون که محصولات برای هم پیشگیری از یه سری بیماری هاست و همین که یه سری از بیماری های که زمینه به هر حال هستن و افراد دارن و باش دست و پنجه نرم میکنن، داره کمک میکنه به بهبود شرایطشون. افرادی رو داریم تو بیزنس خودمون که داروهاشون رو کنار گذاشتن، افرادی رو داریم که اصلا دکترشون ریکامند کردن که این محصولات رو داشته باشن برای بهبود سلامتشون، و خودمون هم که داریم استفاده میکنیم نتیجهش رو دیدیم هر کدوممون، حالا با توجه به شرایط فیزیکی که خودمون داشتیم. پس سرمایه گذاری که اول بیزنس میکنیم هیچ راه دوری نمیره. تو همون هفته اول یا هفته بعدش میاد به عنوان یک کالا توی خونه هامون و بقیهش دیگه خودمون هستیم که چقدر بتونیم از این فضایی که مهیا شده و این امکاناتی که در اختیارمون قرار داده شده استفاده کنیم برای درآمدزایی خودمون. واقعا واقعا خیلی بی‌نظیره. یعنی سرمایه‌ای که میذاری برمیگرده خونه خودت به قول خودت و برای سلامتی خودت اون رو استفاده میکنی و این دیگه بستگی به تلاش ما داره که چقدر تلاش کنیم تا بتونیم که اون رو به ثمر برسونیم. البته که یک روزه خب این هیچ کاری به ثمر نمیرسه، مخصوصا بیزنس های آفلاین که تا بیای مثلا کسی که رستوران باز میکنه تا بیاد منیوشو ببینه کی چی دوست داره چی دوست نداره یا کدوم منیو جواب میده طول میکشه و این کار هم همینطوره. منتها خب این هم همینطوره و زمان میبره که ما به نتیجه برسیم. و
آره دوست. و این اولین چیزی که تو این کار ما نیاز داریم پشتکاره، پشتکار و تلاش. پشتکاره یعنی هر روز کارمون رو اگه انجام بدیم و حتما به ثمر میرسه این کار ما. همونجور که هر روز ما داریم که دوستانمون که در گروهمون هستن داریم جشن میگیریم به خاطر موفقیت هاشون و به ثمر میرسه، دیر یا زود به ثمر میرسه و در واقع ما داریم سرمایه برای آیندهمون داریم تهیه میکنیم. حالا 1 سال 2 سال بالاخره جواب میده، همونجور که جواب داده برای دوستان. خیلی دقیقا. ممنون از توضیحات خیلی کامل. چیزی خواهش نمون که من بگم. عزیزم. همه رو خیلی کامل و خوب توضیح دادی. خواهش میخواستم فقط به دوستانی که پیج من و سمانه جون هستن بیان اسم و ایمیلشون رو وارد کنم، ما براشون وبینار رایگان میفرستیم. همونجور که اطلاع دارین هر کدوم از ما وبسایت های خودمون رو داریم، بیان اسم و فامیلشون رو وارد کنن تا اینکه ما وبینار بفرستیم و اگر خواستن که اطلاعات بیشتری ما براشون بفرستیم و یه $149 آمریکا پرداخت کنن تا ما براشون جزئیات بیشتری بفرستیم. و این رو هم در ابتدا بگم که این $149 ریفاندبله و کمپانی در به عنوان یک امانت در نزد خودش نگه میداره و اگر کسی در عرض این 30 روز که شخص وارد شده اگر نخواست که ادامه بده، این رو به حسابشون برمیگردونن. و هر کسی که وارد دوره آزمایشی که 30 روزه میشه میتونه که از نزدیک با گروه فیسبوک ما آشنا بشن و با یک کوچ با تجربه کانتکت داشته باشن و اگر خواستن که ادامه بدن که همین $149 صرف ساخت کانالشون میشه، فانل اونها میشه و اونها ادامه همین ترینینگ های اونها میشه ساخته. بالاخره کوچ بهشون بعد باشون صحبت میکنه که چقدر سرمایه گذاری کنن، کدوم پکیج رو انتخاب کنن، همونجور که سمانه جون خیلی کامل توضیح دادن. و این دوره 30 روزه آزمایشیه که در این موقع بعد اینکه 30 روز طرف واقعا اسم کمپانی رو آشنا شد، با همه مدل های بیزنس آشنا شد، اون موقع است که سرمایه گذاری انجام میده، همونجور که سمانه جون کامل توضیح دادن. خیلی ممنون سمانه جون. دیگه برای دوستانی که دارن میبینن دیگه چه صحبتی داری که بهشون بگی برای خاتمه؟ مرسی باهر جا. من فقط همیشه به دوستان توصیه که دارم اینه که اگر لایف های ما رو میبینن، ویدیوهای ما رو میبینن، این یه موقعیتیه که واقعا برای همه مهاجرا، همه کسایی که خب به حال این که میگم مهاجرا به خاطر اینکه متاسفانه تو کشور خودمون ایران و افغانستان قابل انجام نیست. بنابراین افرادی که الان خارج از کشور هستن این موقعیت رو دارن که بیان وارد این بیزنس بشن. این بیزنس زندگی خیلی ها رو تغییر داده و خیلی باعث رشد شده برای افراد زیادی. این کامیونیتی خیلی بزرگ شده و ارزش بررسی کردن داره. واقعا بیاین بررسی کنید. همونجور که باهر جان گفتن کلا همه چیز اینجا ریسک فریه و کمپانی یک مسیری رو گذاشته برای اینکه افراد بتونن اطلاعات بیزنس رو بگیرن، بررسی کنن، مقایسه کنن، ببینن که این بیزنس برای اونها هم مناسب هست یا نه. حالا همون $149 که شما گفتین برای ورود به دوره آزمایشی، واقعا 30 روز زمان خیلی خوبیه که افراد بیان این همه اطلاعات بگیرن، بیزنس مدل کمپانی، محصولات کمپانی، تاریخچه کمپانی، اینکه اصلا چه جوری قراره که این کمیسیون هایی که کمپانی میخواد پرداخت کنه با چه
فرمولی پرداخت میشه به افراد، با چه فرمولی بیشتر میشه، اینکه ما میگیم حقوق یک نفر 3 برابر شد، 4 برابر شد، 6 برابر شد، اصلا چه جوریه این اتفاق، تحت چه شرایطی میفته و کلا مسیر رشد این بیزنس همه کامل تو همون دوره آزمایشی توضیح داده شده. ویدیو بیس خیلی قشنگ و راحت برای همه قابل فهم، ضمن اینکه اطلاعات خیلی دقیق و مهمیه که همینجوری هم ما نمیتونیم مثلا راجبش توضیح بدیم، ولی کمپانی خب اینا رو در اختیار افراد قرار میده و افراد اونجا میتونن تصمیم بگیرن که میخوان وارد این بیزنس بشن یا نه. اگر که به این نتیجه رسیدن که خب نه این بیزنس رو نمیخوام و یا برای من مناسب نیست یا حداقل الان برای من مناسب نیست، تا 30 روز فرصت دارن که این هزینه رو 100% بدون اینکه حتی ازشون سوال بپرسن که چرا، ریفاند کنن. یه نفر از من پرسید که همین $149 کامیشن شماست؟ گفتم که ببین این $149 همونجوری که باهر جون گفتن به عنوان امانت نگه داشته میشه توسط کمپانی اسپانسر، این تو جیب هیچ کس نمیره و کامیشن های ما هم همچین رقم هایی نیستش، چون که ما داریم راجع به بیزنسی صحبت میکنیم که ظرفیت درآمدزایی خیلی بالایی داره. پس اگر که $149 کامیشن ما بود، ما این همه نمیچسبیدیم به این بیزنس که بخوایم با این بیزنس زندگیمون رو تغییر بدیم. کامیشن ها رقمش بالاتره، تو دوره آزمایشی متوجه میشین. این رقم برای شما محفوظ میمونه تا زمانی که تصمیم بگیرید. 30 روز هم وقت دارید، کاملا ریسک فری. فقط بیاین بررسی کنین و اگه براتون مناسب هست حتما وارد شین، حتما وارد بیزنس بشین که بسیار با ارزشه. چیزی رو از دست نمیدین. یه سرمایه‌ایه که واقعا اول رو خودتون رو رشد فردی خودتون انجام میشه و بعد رشد مالی. رشد مالی دقیقا و در کنارش هم سلامت خانواده. واقعا آره اون که دومه. خیلی ممنون. آره واقعا، چون که اصلا کمپانی خودش هم میگه سلامت مالی، اول از همه سلامت جسمی، سلامت روحی و بعد سلامت مالی. این شعار کمپانیه. خیلی ممنون از اطلاعات شما. خواهش میکنم. ممنون. خدا نگهدار همه.